میگه میگه هیچ یک از بندگان ما نمیداند که برایش چه قرة العین‌هایی پنهان کرده ای. به اشکی که از شوق، از چقدر باید حالت خوب باشه، اشک شوقی که تو چشم انسان حلقه میزنه، میگه و هیچ یک از بندگان ما نمیداند. که بهت میگم من و تو یه وقتی نمیدونیم حاجی. اینجا رو گوش کن، خیلی خفنه. قسم به خودم مگه از این بالاتر داریم؟ اصلا مگه از این حجت بالاتر داریم؟ و قسم به خودم که برای تو بسیار بهتر از چیزی که از دست دادی نصیبت میکنم. خودش داره میگه. به خدا اصلا دیگه یعنی استرس داشتن به نظرم خیانته، یعنی کفره. اینجوری وقتی داره با همون حرف میزنه. و در برابر حکمت ما صبور باش. این جمله رو ببین که تو کاملا تحت نظر هستی. تحت نظر کی دیگه میخوای باشی؟ چه جوری باشی خوبه؟ مگه بالاترش هست که تو کاملا تحت نظر هستی؟ اصلا مو به تن آدم سیخ میشه. چجوری میشه زندگی نکرد؟ چجوری میشه ترسید؟ چجوری میشه استرس داشت؟ چجوری میشه نگران بود؟ اینه. اصلا هر صحبت اضافه دیگه به نظر من خیانت، کفر، ناسپاسیه، ناشکریه. والله همینه. چی میخوام من از زندگی؟